یه بنده خدایی بود میگفت بابام سرطان داشت، بردیمش تهران بابامو درمون کنیم. هزینه درمونش خیلی زیاد بود. به طایفمون زنگ زدیم تو شهرستان، به هر کی رو زدیم هیچ کی ما پول نفرست. بعد از مدتی بابام مرد، از بی پولی مرد. پول نداشتیم. همه باخبر شدن، کل طایفه ما زنگ زدن که جنازه رو کی میاری؟ پول بریزیم به حسابت، ماشین میگیری جنازه رو بیاری. یاد این جمله افتادم، در حیرتم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده کش مرده پرست. تا هست به ذلت بکشندش به جفا، تا رفت به عزت ببرندش سر دست. قدر آینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست.